سفارت تاجیکستان در برلین خبر داد که روزهای دوم 11 مارس سال 2022 305 شهروند جمهوری تاجیکستان بیشترش زنان و کودکان که از اوکراین به لهستان فرار کرده بودند توسط دو پرواز چارتری به تاجیکستان برگردانده شدند. سفارت گفت برگردانی این مهاجران تاجیک در نتیجه همکاری مشترک با اگنتی امنیت سرحدی و ساحل اروپا و خدمات مرزبانی جمهوری لهستان میسر شده است. بنا به اطلاع نشر شده در سامانه سفارت ثبت نام شهروندان تاجیک در لهستان از جانب نمایندگی دیپلماتی ادامه داشته در مرحله های نوبتی امکانات تنظیم پروازهای علاوگی بشردوستانه با مساعدت اگنتی امنیت سرحد و ساحل اروپا از ورشو به دوشنبه مورد بررسی قرار دارد. روسیه 24 فوریه سال جاری عملیات مخصوص حربی در اوکراین را آغاز کرد. تا امروز در جریان زدوخوردهای بین نیروهای روسیه صدها نفر کشته شده. بنا به حسابها حدود 3 میلیون نفر از ساکنان اوکراین به کشورهای اروپا اساساً به لهستان فرار کردند. لهستان بعد حمله حربی روسیه به اوکراین به شهروندان خارجی که میخواهند ترک اوکراین کنند از جمله به شهروندان تاجیکستان اجازه داد که برای 14 روز بدون ویزا به قلمرو این کشور عضو اتحاد اروپا و منطقه شنگن پناه بیارند، ولی به فرق شهروندان اوکراین لهستان به شهروندان کشورهای دیگر که ترک اوکراین میکنند پناهندگی نمیدهد. به گفته سفارت تاجیکستان در آلمان امامالدین ستارف در عموم تا 2 مارس حدود 1600 شهروند تاجیکستان از اوکراین به پولشا پناه آوردند و حال و روند به وطن فرستادن آنها شروع شده است. سفارت گفت کارمندانش مهاجران تاجیک را در فرودگاه‌های ورشو گسیل کردند و در همان فرودگاه به آن شهروندان جمهوری تاجیکستان که حجت معین کننده شخصیت نداشتند شهادتنامه‌های بازگشت به وطن دادند.